تا ابد जिंदा रही ये शहीदाने वफा जिनकी मंजिल करबला और रास्ता राहे खुदा जिंदा रही ये शहीदाने من بچه این که برادر جانباز هستم. بعد از 10 سال خدا بهشون عطا کردم. پدر شهید شما هستید؟ ایشون پدر شهید مهدویان بود و شهید به اصطلاح موشکی هستن که بعد شهید سامانی ایشون هم شهید جان به اصطلاح سامانی هستن. پدر شهید سامانی هستن. دو پدر شهید هم یه پدر شهید. خیلی خوشحالم. مادر شهدا چی؟ مادر شهدا هم این خانم مادر شهید سامانی هم این خانم من مادر عزیز شهید هستم. آمادگی میرم. بله. ایشون هم خواهرشونه؟ نه ایشون دختر عموشون میشن. ماشاءالله. ایشون هم فرزند ارشد شهید سامانی هستن. بله. این دخترم به اصطلاح فرزند دوم شهید سامانی هستن و نرگس خانم فرزند سوم شهید سامانی. شما همسرشون هستید؟ بله با اجازه مادر این سه بچه بله. بله اگر خدا قبول کنه به کنیزی شهید سامانی و همسری شهید سامانی انشاءالله. خدا من انشاءالله که شهیدهای عزیز ما رو درجاتشون رو روز به روز متعالی‌تر کنه. درجات شماها رو هم اطلاع ببخشید. در واقع اگر شماها نبودید این شهدا اول که شوق شهادت وجود شاید پیدا نمی‌کردن، در اراده هاشون شاید خلل به وجود میاد. همسر بود، پدر بود، مادر بود، خیلی مهم. اگر صبر و این دوله بالا رو نداشتید اثر شهادت اینها ضایع میشد. شما هستید که جلوه دادید، درخشندگی دادید به شهادت این عزیز و این بچه‌هایی که شهید شدید. شما هم شهید لیاقت نداشتیم که شهادتی نگهش دارید. اگر نگهش دارید آخر سر از شهادت شهدای معمولی حتی نوعش درخشنده تر هم میشه. دعا بکنید که بشه نگهش دارد انشاءالله خدا بهتون توفیق بده بتونید نگهش دارید. این اگر نگه دارید این از اون شهادتی که با یه لحظه حاصل میشه شهادت ندارید. شکر کنید خدا رو، حفظ کنید هدف رو و راه رو، نیت کنید و تصمیم بگیرید که هرچی میتونید در راه و هدف کار کنید. حالا هرچی تونستید چه بهتر، هرچی هم نتونستید نتونستید، اما نیتتون باید کنید. برای من جزو عزیزترین و شیرینترین ساعات زندگی همین ساعتی است که در بین خانواده شهدا خدا رو شکر میکنم که
یه پرده رو سایه آقا دادرسی حسن خودش درست